بامیان یکی از باستانی ترین ولایات افغانستان است که دو مجسمه مخروبه بودا و بند امیر بر تاریخی بودن آن دلالت می کند. این ولایت زمستان خیلی سرد و برفگیر و بهار و تابستان معتدل و خوشگوار دارد و سرترین ولسوالیش هم پنجاب است. وسعت بامیان تقریباً 18029 کیلومتر مربع است که 2.26% از وسعت کل کشور را در بر می‌گیرد. این ولایت در ارتفاع 2500 متری از سطح دریا و بین خطوط 67 درجه 29 دقیقه و 41 ثانیه طول شرقی، 34 درجه 33 دقیقه و 22 ثانیه عرض شمالی قرار دارد. بامیان دارای 7 واحد اداری شامل مرکز و 6 ولسوالی از جمله یکاولنگ، پنجاب، ورس، کهمر، سیغان و شیبر هست و